ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور خبر داد در ساعت 18:30 امروز پنجشنبه 8 مرداد ماموران نیروی انتظامی به سمت مردمی که در مصلی تهران شعارهای ضد حکومتی سر می‌دادند تیراندازی کردند. برای اینکه مردم نتوانند خود را به مصلی برسانند، رژیم تمام متروها به سمت مصلی را بسته است. همچنین گزارش شده است در مصلی جمعیت زیادی در حال شعار دادن هستند و ترافیک سنگینی برقرار شده است. رانندگان ماشین‌ها به حمایت از تظاهر کنندگان بوق می‌زنند، ولی مزدوران رژیم این ماشین‌ها را هدف قرار داده و شیشه‌هایشان را می‌شکنند. مردم در خیابان قائم مقام یک موتور مربوط به نیروهای لباس شخصی را به آتش کشیدند. بر اساس گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور، مردم در بهشت زهرا شعار می‌دادند: محمود خائن آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی، کشتی جوانان وطن، الله اکبر، کردی هزاران در کفن، الله اکبر. همچنین هزاران نفر در خیابان موسوم به بهشتی شعار می‌دهند: مرگ بر دیکتاتور، مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی. ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور طی خبر دیگری اعلام کرد در ساعت 18:30 جمعیت زیادی از مردم به خصوص جوانان در منطقه امیرآباد به سمت محل شهادت ندا در این خیابان در حال راهپیمایی هستند. ماموران سرکوبگر تمامی منطقه را به محاصره درآوردند و به تهدید مردم می‌پردازند. همچنین در ساعت 18:50 جمعیت زیادی از مردم تهران به سمت میدان ولیعصر در حال راهپیمایی هستند. تظاهرات امروز مردم تهران انعکاس وسیعی در رسانه‌های بین‌المللی داشت. نیویورک تایمز با عنوان پلیس ایران برای برهم زدن مراسم بزرگداشت اقدام می‌کند نوشت: بر اساس گزارشات صدها تن از مردم در اطراف مزار ندا تجمع کرده بودند. ماموران پلیس شماری از افراد شرکت کننده را دستگیر کردند و تلاش داشتند که آنها را به زور متفرق سازند. نیویورک تایمز افزود: پنجشنبه 40م ندا بود، روزی که برای شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار است و برای ایرانی‌ها یادآور بزرگداشت مشابهی است که برای شهدای تظاهراتی که به انقلاب منجر شد می‌گرفتند. گاردین در گزارشی خبر داد تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی در حال فیلمبرداری از تظاهرات هستند. تظاهرکنندگان شعار می‌دهند: خواهر شهیدم، راهت ادامه دارد. یکی از تماسگیرندگان می‌گوید مقامات در مسیر بهشت زهرا ترافیکی ساختگی ایجاد کردند تا مردم را از رسیدن به این آرامگاه باز دارند. بینندگان عزیز به تماس تلفنی توجه فرمایید. سلام، خبرنگار سیمای آزادی هستم. من الان داخل بهشت زهرا هستم. نزدیک قبل ندا بودم. داشتم میرفتم جلو که جمعیت زیادی بودن. شعار زندانی سیاسی آزاد باید دربت میدادن. شعار مرگ بر دیکتاتور میدادن. وحشتناکی که با چختی
کس دستشون بود، تیراندازی میکردن. یه سریشون هم گازاشکاور وحشتناک، یعنی فاصله های خیلی کوتاه گازاشکاور مینداختن و بعدم دنبال مردم میکردن. مردم هم مثلا یه سری بودن که مراسم داشتن، مراسم عادی مردم بود، هم زدن پیرمرد پیرزن، وحشتناک اینجا. تلویزیون ABC در پایگاه اطلاع رسانی خود نوشت تلویزیون دولتی رژیم ایران پرس تیوی میگوید ماموران پلیس از گاز اشک‌آور برای به هم زدن تجمع 1000 نفره مخالفان استفاده کردند. آنها برای بزرگداشت یاد زنی که در جریان ناآرامی‌های بعد از انتخابات کشته شد تجمع کرده بودند. جمعیت در آرامگاه بهشت زهرا تجمع کرده بودند. به تماس تلفنی دیگری در این رابطه توجه فرمایید. ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور همکنون گزارش رو از بهشت زهرا گزارش می‌کنیم. جمعیت انبوهی از مردم برای بزرگداشت مراسم 40 شهدای قیام اومده بودند که با سرکوب نیروهای رژیم مواجه شدن. نیروهای رژیم با باتون و گاز اشک‌آور به سمت مردم حمله کردند. مردم هم شعارهای الله اکبر و عزا امروز، روز عزا امروز، ایرانیه با غیرت صاحب عزا امروز شعار می‌دادند. همچنین مردم از قسمت‌های از درهای بهشت‌زهرا وارد شدن، همچنین دارن وارد میشن و جمعیت زیادی در داخل هستش. نیروهای نظامی هم جمعیتشون بسیار زیاده، با پاسون به سمت مردم حمله میکنن. مردم هم شعار میدن و خانواده های شهدا نیز حضور داشتن. تلویزیون فرانسه 24 اعلام کرد پلیس ضد شورش روز پنجشنبه مردمی را که برای ادای احترام به ندا به بهشت زهرا رفته بودند مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند. در یک اقدام مقابل جویانه علیه دولت که گرد همایی برای 40 ندا را ممنوع کرده بود، هزاران نفر در بهشت زهرا گرد آمدند. بنا به گزارش‌های که دقایقی پیش رسیده، مردم با مأموران انتظامی درگیر شدند. امروز 40مین روز شهادت نداست که به نماد قیام مردم ایران علیه رژیم ایران تبدیل شده است و به نظر می رسد که این قیام خاموشی پذیر نیست. اعتراضات شبانه مردم در تهران با فریادهای مرگ بر دیکتاتور و ما همه یک صداییم، ما همه یک نداییم ادامه دارد. شب گذشته در شب 40 شهادت ندا شهید ملی قیام سراسری بر پشت بام‌های خود مردم فریاد می‌زدند الله اکبر، مرگ بر دیکتاتور. این شعارها در مناطق مانند تهران پارس، جنت آباد، میرداماد، پونک، آزادی، ونک، تخت طاووس، سیدخندان، اکباتان، صادقیه، تجریش و قیطریه شنیده میشد. شدت اعتراضات در تهران پارس و تخت طاووس و میرداماد بیشتر از دیگر نقاط تهران بوده است.